چجوری کراش دخترای امروزی شیم؟ یعنی ازمون خوششون بیاد، قد بلند باشیم. شاید بگین دست خودمون نیست، اونم دست خودشان نیست، خوششان نمیاد دیگه. یعنی شرکو به پادشاه قد کوتاه ترجیح میدن. وقتی ازت میپرسن چه آهنگایی گوش میدی، نگو داریوش. بگو من عاشق لانا دل ری‌ام، کیتی پری، تیلور سویفت. سریال مورد علاقت معلومه، وایکینگز، پیکی بلایندرز، بریکینگ بد نیست. میگی عاشق فرنزی، مثلا صدای فیکی که از پاش میاد جوی. استرنجر تینگز هم خیلی دوست دارم. از ماه تولدش تعریف کن، هر چی گفت بگو ما عاشق این ماهم. حساسیت دختر رو ماه تولدشون از خانوادهشون بیشتره. من اومدم زندگی تو بسازم. اشتباهه. در اصل باید استوریاشو بسازی. لبوبو، گل، موتور، استخر، میز مزه. هرچی محتوای بیشتری برای استوریاش فراهم کنی عزیزتری. نشون بده آدم خطرناکی هستی، ولی برای اون گوگلی موگلی شو. یعنی کلا دوست دارن با بقیه سگ هار باشی، با اینا پیشی. همیشه غذا همراهت باشه، مثل مادر بزرگای قدیم. عصبانی شد بدون گرسنه‌ای یه برگر تقدیم کن. از تیرکس تبدیل به پرنسس میشه، دوباره برمیگرده. جوری رفتار کن که انگار دختر دیگه اصلا وجود نداره. آسمون باز شده، طالب هاش خانم افتاده پایین. اگه باش عشق ابدی زن روز هر چی دیدی از هر کی گفت متنفرم بگو منم. با دختر دیگه ای حرف نزن، نگو، نخند، چت نکن، نگاه نکن، گوش نکن، اصلا دور شو. ساده صحبت نکن، پیچیدش کن. نگو شب بخیر، شب آمده است، همسرم بخواب چشمات خسته است، از عشقت به کجا فرار کنم، همه درها بسته است. مورد آخر و مهمتر از همه بحث نکنن، هر چی گفتن بگن چشم. الان زیر همین پست میگن ما اصلا اینجوری نیستن. بله درست میفرمایید، چشم.